درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 52. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی ششم، بابی دویم. لشکری دشمن در ساحلی دریای پکتالا جمع می شود و سپس نیت دارد که به فیمبره را براید که آن تا امروزها همچون یک نقطه جمع آوری بربرهای تابع شاه فارس که در منطقه های نزد ساحلی سوریه حیات به سر می برند خدمت می کنند. فرمان داده شده است که به آنجا مواد غذایی را برای فروش به سربازان رسانند. محبوسان نیز تقریبا همین گونه خبر می دادند، چون که کوروش اینچنین درباره دستگیر نمودن زبانهایی که از آنها گرفتن معلومات ضروری را انتظار بود غمخواری می کرد. او اینچنین جاسوسانی را که لباس غلامانی زیر نقاب گریزگان را پوشیده بودند به آنجا فرستاد. وقتی که سربازان کوروش این خبر را شنیدند به اضطراب قابل انتظار افتادند. آنها اکنون آرام و خاموش راه می گشتند. در چهرهشان شادی هویدا نمی شد. در دایره های کوچک جمع می آمدند و در همه جا پر از آدمانی بود که در پرسش های و آوازه ها و صحبت های همدیگر قرار داشتند. همین که کوروش از ترس و هراسی که لشکر را فرا گرفته بود درک یافت، در حال فرماندهان گروه ها و عموماً هر کسی را که ناامیدی آنها ظاهراً به لشکر زیان و قوه معنوی روحانی برعکس فایده آورده می توانست گرد آورد. وی به گیپریدها فرمان داد که اگر یگان کسی دیگر از بین سربازان مسلح نزدیک آمده به گوش کردن صحبت انتظار هوس داشته باشند دخالت نکنند. وقتی که همه جمع آمدند او چنین گفت: هم پیمانهای دلاور، من شما را تنها برای آن دعوت کردم که پی بردم چطور بعضی از بین شمایان با رسیدن خبرها از اردوگاه دشمن تمام نشانه های ترس و وهم شدید را نشان می دهید.
به نظر من این تعجب آور است. از آن که دشمنان برای محاربه حربی جمع می شوند، بعضی شما به واهمه افتاده اید، اما آن که شماره ما نظر به آن زمانی که بار اول آنها را مغلوب کرده بودیم و با کمک خدایان حالا نسبت به پیشینه خیلی بهتر تیار شده ایم، همه این به شما یگان باوری نمی بخشد. به من بگویید، به احترام خدایان شما ای کسانی که حالا به ترس و هراس افتاده اید، اگر کسی به شما گوید که خود قوه هایی که حالا در اختیار ما هستند به مقابل ما هجوم آورند، چیکار می کردید؟ و در عین زمان سخنش را دوام داد کروش: اگر شما اول می شنیدید که خود همان آدمانی که پیشتر شما را مغلوب کرده بودند از پیروزی در آن لحظه به دست آورده اشان روح بلند شده از سری نو به محاربه حربی وارد گشتند، اگر بعد این درک می یافتید که جنگاورانی که آن وقت تمام کوشش های کمانوران و نیزه‌داران را برباد داده باز به سوی شما حرکت دارند و همراه آنها اشخاص دیگری اما به مثل آنها هم هستند که شماره اشان خیلی زیاد است. گذشته از این، اگر شما آگاه می شدید که مثل جنگاوران پیاده‌گردشان که آن وقت با سلاح‌های وزنین به جنگ آمده سربازان پیاده‌گرد ما را مغلوب کرده بودند، سواره‌هایشان به مقابل سواره‌های ما با استفاده از سلاحشان می برآمدند، آنها کمانها و نیزه‌هایشان را یکسو مانده، به جای آنها هر کدامشان یک تایی نیزه قوی به دست گرفته نیت دارد که اسب‌هایش را به پیش رانده تن به تن مبارزه برد. غیر از این، اگر می شنیدید که با آنها فایتون‌هایی می آیند که مثل پیشتره در جایشان نایستاده به قفا تاب می خورند و برای فرار آماده می گردند، اسب‌هایی که به این فایتون‌ها بسته می شوند زیر پوش‌ها دارند، فایتون کشانی بالای آنها گویا در داخل مناره‌های چوبی ایستاده، بدن آنها که از تختگاه بالای فایتون بلندتر است پره با جوشن‌ها و کلاه‌ها مجهزند و در گرد و اطراف محورهای فایتون باشد داس‌های آهنین بسته شده اند تا که این فایتون‌ها را راست به داخل صفهای دشمن بیرانند. علاوه بر این معلوم می گشت که آنها این چنین اشترهایی دارند که در بالایشان جنگاوران سوار شدند. با دیدن چنین یک اشتر حتی صدها اسبها هم ایستادگی کردن نمی توانند. علاوه بر این آنها مناره‌هایی را با خود می برند که به وسیله آنها سربازان خود را پناه نموده به سوی شما تیر پرانده به جنگ با جنگاوران پیاده‌گردشان خلل می رساند. همین طور اگر کسی به شما خبر دهد که همه این نیروها در اختیار دشمنان قرار دارند، شما ای کسانی که حالا ترس و هراس شما را فرا گرفته است چه کار می کردید؟ در همین حال شما همگی یک اطلاع گرفتید که کریس فرمانده جنگاوران دشمن انتخاب شده است که او حتی از سوریگی ها هم ترسان چکتر بود. این آخرین ها با مغلوب شدنشان رو به گریز نهاده اند و کریز باشد چون مغلوب شوی آنها را پی برد به جای کمک به هم پیمانهایش همچنین دوم را خاده کرده گریخت. علاوه بر این معلوم شد که حتی خود دشمنان نیز خود را به قدر کافی قوی نمی شمارند که با شما به جنگ درآیند. آنها حالا دیگران را کیرا می کنند، زیرا بی شبهه نسبت به خود آنها بهتر
جنگ می کنند. اما اگر کسی به همه این نگاه نکرده هنوز از قوه‌های دشمن ترسیده باشد و قوه‌های ما برایش ناچیز به نظر می رسند، پس این گونه آدمان را به شما جنگاوران اظهار می کنم بهتر است که به جانب دشمن فرستید. در آنجا بودن ایشان نسبت به حضورشان در اینجا برایمان نفعی زیادتر خواهد داشت. وقتی که کوروش سخنش را تمام کرد، خریسنت پارسی از جا برخاسته گفت: ای کوروش، حیران نشو که طبع بعضی ما از شنیدن این خبر خیره و تیره گشته است. آنها نه از ترس بلکه از غم و غصه به این حالت رسیده اند. آخر این کار شبیه بران است. سخنش را دوام داده گفت او که مثلا اگر تو میخواستی و علکی به خوردن خوراکی صبحانت آغاز می نمودی که ناگهان درباره کار خبر می دهند که آن را پیش از خوراکی صبحانه باید انجام داد، هیچ کس به فکرم از آن خبر خوشنود نمی شود. عیناً همینطور ما اکنون به عیش و عشرت شروع می کردیم که در این حال خبر آمد که باز یک کاری دیگر باقی مانده است که آن را باید اجرا کرد و طبع همه یک بار خیره شد، ولی نه از ترس بلکه از آن سبب که می خواستند این کار را کیها باید انجام می دادند. با وجود این حالا ما باید نه تنها برای سوریه که در آنجا نان فراوان بوده، گوسفندان و درختان خرمای میوه‌دار هم هست، بلکه برای لیدیا که در آنجا شراب، تماکو و روغن زیاد است، در آن جایی که آبی بحر پاش می‌خورد و به واسطه آن نعمتی بیشتر از آن که برایت تصور می‌کنی بار کشانده می‌شود، نیز مبارزه بریم. همه این را درک کرده ما دیگر تحت غم و غصه قرار نمی‌گیریم، بلکه برعکس در وجودمان جسارتی نو شعله می‌زند و سعی می‌ورزیم که این خیر و برکت‌های لیدیا را نیز زودتر به دست آوریم. همین طور گفت خریسنت و همه هم پیمان‌ها سخنان او را با خوشنودی و رضایت پذیرفتند. در این صورت ای جنگاوران، باز به سخنرانی دوام داده گفت کوروش: به فکرم هرچی زودتر به سوی دشمنان حرکت کردن لازم است تا که اولین شده به محلی رسیم که در آنجا برای قشونهای آنها غذا تیار کرده می شود. علاوه بر این هر قدر راه پیمایی من را زودتر انجام دهیم، همان قدر جنگاورانی به نبرد آماده شده دشمنان را کمتر خواهیم یافت و همان قدر دیگر شماره آنها برایشان کافی نخواهد کرد. حد اقل من چنین عقیده دارم و اگر کسی فکر کند که برای ما یگان راه دیگری فعالیتی با اعتمادتر یا آسانتر وجود داشته باشد، بگذار سخن گوید. بعد از این بسیار آدمان به طرفداری عقیده کوروش سخن گفتند که به مقابل دشمنان هرچه زودتر به محاربه حربی برآمدن ضرور است. کسی اعتراض نکرد و کوروش باز چنین سخنرانی کرد: هم پیمانهای شجاع، نفسها، جسمها و اسلحه ما که باید به وسیله آنها جنگ کنیم، با یاری خدایان کیها به آمادگی کامل آورده شده‌اند. اکنون ما باید کمش به مدتی 20 روز برای خودمان و برای یاردمچیان چارپای ما ذخیره های سفری راهمان را تیار کنیم. از روی حسابی من ما باید بیشتر از 15 روز از جایهایی گذریم که
در آنها یگان نوعی ذخیره آذوقه را نمی‌یابیم، زیرا آنها را قسماً در اینجا جمع آوری کرده ما همراهمان برده ایم و قسم دیگری آن را دشمنان به قدر امکانشان بردند. بنابراین پیش از همه به قدر کفایت نان ذخیره کردن لازم است، زیرا به آن ما مبارزه برده نمی توانیم و عموماً زندگی کرده هم نمی توانیم. اما در مورد شراب باشد، هر کس به قدر ضروری آن را با خود ببرد تا تدریجاً فقط با آب روزگذرانی را نیز عادت کند، چونکه در قسم زیادی راه ما برای گرفتن شراب جایی را پیدا نمی کنیم و از این رو حتی اگر مقدار زیادی آن را ذخیره کرده باشیم هم به قدر کافی برایمان نمی رسد. از این رو برای آنکه به شراب ناگهان به ناخوشی گرفتار نشویم باید چنین رفتار کرد. بیایید امروز به خوردن نانمان با نوشیدن آب شروع کنیم. با همین اصول الکی عمل کرده ما به تغییراتی از حد کلان دچار نمی گردیم، زیرا هر کی نانی جو بخورد همیشه این کلچه های در آب تر شده را می خورد. هر کسی که نانی گندم می خورد این نانی در آب تر کرده شده را نیز می خورد. خوب، هر چیزی که جوشانیده می شود آن را همیشه با آبی زیاد می پزند. خلاصه اگر ما شراب را تنها پس از خوردن خوراک بنوشیم نفس ما از آن نه کمتر لذت می برد. پس از آن آهسته آهسته این معیاری بعد خوراک نصف روزی شراب را باید تا به حد کم کرد که ما به نوشیدن تنها آب عادت کنیم، چون که تدریجاً تغییر یافتن شرایط به هر یک طبع انسان امکان می دهد که به تغییرات تاب‌آور گردد. این کار را خدای هم ما را تعلیم داده برایمان امکانیتی چنین گذریشی تدریجی را عطا می کند. از زمستان به تابستان گرم و از تابستان به زمستان قهر تند گذریم. ما باید از او عبرت گیریم و آهسته آهسته عادت کرده به حالتی برسیم که آن را باید حتماً به دست آوریم. بعد به جای رخت خواب به همین قدر وزن ذخیره های ضروری خوراک را گیرید، زیرا زیادتی آنها هرگز برایتان خلل ایجاد نمی کند. نترسید که از قارین هایتان محروم شده با ذوق کمتر خواب می کنید. اگر این طور شود من تیارم که ملامت های شما را قبول کنم. برعکس اگر کسی لباس زیادتی داشته باشد آن هم برای شخصی سالم و هم بیمار خیلی فایده‌ناک خواهد بود. به حیث گزک شما باید همه چیزهای تند، تیز و شور را با خود گیرید. این چیزها اشتها را می کشایند و برای مدتی دراز کفایه می کنند. وقتی که ما به زمین‌های تاراج نشده که از آنجا البته غله گرفتن ممکن است داخل می شویم، باید فوراً آسیاب‌های دستی را مجهز ساخت که در آنها امکان آرد تیار کنی را برای خودمان پیدا خواهیم کرد. شما گفتار 52 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.